سلام دوستان عزیز، انصاف علی هدایت هستم و با نهمین برنامه از سری برنامه‌های مهندسی جهل در ایران در خدمتتون هستیم. اسم البته برنامه مهندسی جهل در ایرانشو حالا یکی دو برنامه است دارم میارم، ولی واقعیت بر این هستش که در دنیا مهندسی جهل مختص ایران نیست. بسیار از کشورها این مهندسی جهل رو سیاستمداران اعلام میکنن. چرا اینو گذاشتیم جهل؟ برای اینکه ما ایران رو بحث میکنیم، برای اینکه در ایران در 100 سال گذشته مغز 5-6 نسل از بشر رو که در این خاک ها و در میان این ملت ها زندگی کردند و خیلی هاشون مردن و الان 92 میلیون 93 میلیون زنده هستن، اینها رو مغزشون رو دستکاری کردن. به عنوان مثلا به اینها گفتن که آقا ترک ها زبان ترکی بسیار ضعیفه، توانایی تولید علم و اینها رو نداره و ادبیات رو نداره، زبان فارسی زبان الست و بلست و بعد حالا چاخانهایی هم گذاشتن از زبان آتاتورک و نمیدونم از زبان حسن هیکل و اینا که فردوسی الست و بلست و اینا. در حالی که ما الان میخوایم تو این برنامه نشون بدیم با مراجعه به کتاب‌های خطی دست نوشته یا چاپ سنگی نشون بدیم که آقا زبان ترکی زبان علم بوده. من دیروز گفتم برعکس اونهایی که الان میگن در تاریخ این مناطقی که امروزه ایران گفته میشه یا در گذشته ها ایران بزرگ بوده یا نبوده، در اونجا 3 زبان وجود داشته و یکی از اونها فارسی، عربی و ترکی هست. فارسی زبان دیوان، شعر، ترکی زبان اردو و سیاست و عربی زبان علم و دین. در حالی که من میخوام اینجا نشون بدم بهتون که ترکی هم زبان دین هست، هم زبان سیاست هست، هم زبان اردو هست، هم زبان شعر و دیوان و اداره هست. خب در نتیجه در 1000 سالی که ترک ها وجود داشتن، زبان فارسی زبان رسمی اداری نبوده، زبان دولت ها نبوده، زبان شعر هم نبوده. از مجموع انسان هایی که در این 1000 سال گذشته یا 1500 سال گذشته شعر گفتن، اگر ما فرض بکنیم تمام شاعران جهان اسلام رو یه اقیانوس فرض بکنیم، به اندازه یه مشت کف که حدوداً کمتر از 800 نفر کلن شاعر فارسی زبان در طول تاریخ تا امروز داشته باشیم وجود داشته. و خب در حال که زبان ترکی رو خیلی متفاوته. من عربی رو دیگه اصلا صحبت نمی‌کنم که اصلا جهان اسلام زبان اولش هنوز هم زبان عربی هستش و زبان ترکی برای 1000 سال زبان شعر و ادب و فلسفه و عرفان و حکمت و ریاضیات و فلسفه و منطق و هندسه و پزشکی و جغرافیا و نجوم و آسمان ها و تمامی این رشته هایی که بشر در اونجا در گذشته باید یاد میگرفت، اونها رو به شما به ترکی میتونید ببینید. حالا من با اجازهتون البته تلاش میکردم که چند تا کتاب رو دانلود بکنم، الان دیگه حالا فکر کنم که اون امکانش نیست. الان من دوباره میرم بالا، حالا یه چند تا کتاب رو بر اثر تصادف از این کانال من چرا اومدم اولش به جای اینکه بره بالا اومد اول. من از این کانال آذرباش کتابخاناسی که 4000 جلد کتاب ترکی قدیمی دست نوشته رو آپلود کرده و من تا الان فکر کنم 12-13 تا رو معرفی کردم. این مثلا دوباره رسیدیم به یک کتاب طب اسلامی، صفحه 118 صفحه هست، نگاه کنید. فکر کنم اینو معرفی کردم من، این برام آشنا اومد. همین که قال یوسف رو دیدم به نظرم اومد که این رو برام آشنا هست. حالا بریم جلوتر، یکی رو همین جوری مثلا این کتاب در مورد شو بölgü یا سو بölgü مناسک حج
تقسیم آب سوبلگو، تقسیم آب و مناسک حج در 26 صفحه در 2 موضوع کتاب نوشته. حالا دوستان نگی که آقا 26 صفحه کتاب نمیشه، که در گذشته تاریخی تمامی فیلسوفان و بزرگان کتاب رو کوتاه می نوشتن، چون کاغذ بسیار گران بود و نوشتن بسیار گرانتر بود. شما فکر کنید که یک کتاب رو یکی الان مثلا بیاد بشینه در عرض 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه بنویسه، حالا یکی هم بیاد اینو کپی بکنه ازش دستی، یعنی بشینه کلمه به کلمه هر چه اون نوشته حرف به حرف البته بیاد بنویسه. خب بسیار سنگین بود. مثلا فرض بکنید که اون زمان، الان مثلا حقوق یه نویسنده فرض بکنید در ماه 25 میلیون 30 میلیون تومنه. الان یه نفر که میخواد نسخه برداری بکنه ماهانه مثلا 30 میلیون تومان الان حقوقش باشه. فرض بکنید این باید 500 سال پیش 3 ماه 4 ماه نشسته کتاب رو رونوشت میکرد و ببینید که چقدر اون هزینه بالا میرفت. فرض بکنید که ماهی 30 میلیون الان اون وقت همون مقدار پول رو باید بهش میدادن. حالا اینجا در این کانالی که الان میبینید آذرباش کتابخاناسی، در اینجا بیش از 4000 کتاب مختلف به زبان ترکی در رشته‌های مختلف رو اینجا گذاشته. من هی دارم میرم بالا که برسم به اول این کتاب. اگه بشه این صفحه یک کتاب رو تصادفی اتفاقی اینو باز بکنیم. حالا از اینجا به بعد مثلا این وقفیه هست، یک کتابیه در مورد وقفه که اینجا صفحه اولش رو میبینید. دوستانی که از طریق چیز میبینن یوتیوب میبینن، ولی دوستانی که الان از طریق اینستاگرام میبینید شما این کتاب ها رو نمیبینید. الان مثلا این کتاب سوزدوک در 1058 دقیقاً 496 سال قبل این کتاب نوشته شده، 630 صفحه. سوزدوک اینم عکسشه. سوزدوک عربی و ترکی، این هم یک لغتنامه‌ای هستش که 869 قمری نوشته شده، یعنی 131 سال از اونجا، حدود 450 سال، حدود 800 سال، حدود 800 سال قبل این کتاب نوشته شده، به عربی هستش. سوزلوک لغتنامه در اون مقطع. دوباره یک وقفیه هستش 1217 نوشته شده در مورد وقفنامه هست، 22 صفحه است. اینها منبع مدرکه که به ترکی بوده. وقفنامه رو وقتی به ترکی می نویسن یعنی زبان اون حالا دوباره اینجا یک کتاب دیگه ببینید، اینجا یه عربی بود. اینجا نگاه کنید دوستان، من اینو یه مقدار بزرگش میکنم که ببینید. اینجا یک کتاب عربی ترکی لغتنامه هست. حالا دوباره اینجا این همون چیزه، وقفنامه هستش در 20 و چند صفحه، و این دوباره یک کتابی هست عربی ترکی لغتنامه که این بود که دیدیم. همین کتاب عربچه توچه فارسچه 3 زبانه هست. دوباره یه وقفیه هست، این یک کتاب وقفیه است در 20 صفحه، یه املاکی رو وقف کرده. خسرو و شیرین به ترکی دقیقاً میتونم بگم که الان 446 فکر میکنم، حدود 450 سال پیش این کتاب نوشته شده، خسرو و شیرین. اینو باید یه روزی حالا اینو بخونیم. بذارید اینو دانلود بکنم، حیف این خسرو و شیرین رو بزنم اینجا دانلود بشه، حالا یه روزی اینو میخونیم. حالا ببینید دوستان، اینجا این استاد اومده ویدیوهایی که استاد کریم اومده، اهل زنجان اومده و در رابطه با تصحیح کتاب‌های نسخ خطی درس‌هایی رو گفته در یوتیوب هست. اینجا هم این رو نشون داده که اینجا شما ویدیوها رو من برای یه مدت کوتاهی اینجا نشون بدم اگر باز بشه. فقط بدونی که خیلی کار بسیار مهمیه که ما چطوری نسخ خطی رو بنویسیم و حتی
اینها رو اصلاح بکنیم، تایپش بکنیم، به روز در بیاریم و چاپش بکنیم. این یکی، برای اینکه ما فقط از طریق این چی میگن، از dostlar, hamımızı Vilay evinden selamlayıp ve hamımızı bağrıma basıram. من dünenleri مقدمه نسیمی adında əlyazmanı ki ağay Eşqinur cənabları təsih ediblər, bunların haqqında danışdım. Ancaq biz هر bir əlyazmanı اینو دیگه نمیخوام ادامه بدیم دوستان. من خودم هم باید برم اینو بخونم. دیوان ذلیلی، این مثلا در 1218 نوشته شده قمری که الان حدود 250 سال 270 سال هستش، 100 خورده سال صفحه. رساله ارشادیه در 1346 نوشته شده، حدود 100 و چند سال قبل نوشته شده، در 26 صفحه. حالا اجازه بدید دوباره من برم بالا ببینم که علم حال هست. این دوباره در رابطه با مجموعه دینی در 1258 نوشته شده و 72 صفحه هست. مجموعه سیر سلوک، اجازه بدید دوباره من برم بالاتر یه کتاب رو، شرح حافظم که حافظ شرح سروری، برای فکر کنم برای حافظ یه شرحی به ترکی نوشته شده. دیوان پرتو هم اینجا دیدیم. من اجازه بدید یه کتاب ادعیه هستش، این دیل بیلگسی، این در رابطه با زبانشناسیه. دیل بیلگسی دقایق و لغات در رابطه با زبانشناسیه، 220 صفحه هست. بذارید این رو هم بزنیم دانلود بشه. نسخه خطیه، اینجا یک کتاب کروه خطی انتشارات یایلق، آنا یایلق دیلی اردبیل، نسخه خطی اردبیل. دیوان، ببینید دیوان ها یعنی شعر دیگه. حالا شما بگید که زبان ترکی مثلا چیز نداره، ادبیات نداره، این چقدر آدم میتونه جاهل باشه و چقدر میتونن یک ملت چند نسل از ملل رو در ایران جاهل به بار بیارن که ما فکر کنیم مثلا زبان ترکی چیز نداشته. و اینجا شرح دیوان حافظ مولانا شمع الله مصطفی به زبان ترکی. نگاه کنید اینم مثلا بذارم دوباره اینم دانلود بشه. اینا رساله توحید و سر متعلق 216 صفحه. این در رابطه با فلسفه اسلامی بگیم، کلام اسلامی، اسمش فلسفه نیست، تو فلسفه نیست، این در کلام اسلامی هست. دوباره میزنم اینم رساله رضا الله، احتمالاً این 293 صفحه در 1172 سال 1172 الان 1446 باید باشه نوشته شده. مثلا این هم یک کتابیه فکر کنم که در رابطه به عرفان و اینجور چیزا باشه. عقاید و ادعیه علم کلام. نگاه کنید علم کلام، دست نوشته رو نگاه کنید، یه عکسش رو نشونتون میدم. نگاه کنید این کتاب دست نوشته، حالا یا خود فرد اینو هی قلم زده یا یکی دیگه اینو خونده قلم زده، نمیدونم، ولی به هر حال کتاب نگاه کنید دستی هست و دست نوشته هست و به ترکی. خب قانون نامه، اجازه بدید این قانون نامه جالبه، اینو شروع بکنیم ببینیم این چی هست. این صفحه اولش، اجازه بدید اینو دانلودش بکنم همینجا، اینو بشینیم این قانون نامه رو امروز معرفی بکنیم. حالا تا این قدر بشه قضا و قدر، در حقیقت به مسائل دینی عقیدتی اسلامی میپردازه قضا و قدر.
حالا خیلی کتاب جالبی باید باشه که ما به خصوص انسان ها به قضا و قدر معتقد هستیم و خیلی همون که من هم از جمله. به نظرم جالبه که بدونیم محققان ما، فیلسوفان ما، اندیشمندان ما در گذشته ها درباره این قضیه چجوری فکر میکردن و ما هنوز هم گرفتار این قضا و قدر هستیم. یعنی این فکر و ما مثلا بسیاری از این که در ایران یه اتفاق خاصی سیاسی نمیفته به خاطر اینکه ما از درون هم که شده به این معتقدیم. یعنی ممکنه که در ظاهر این کار بکنیم، مثلا در ظاهر من میتونم بگم مسلمون نیستم، ولی واقعیتش در اینه که از درون ما مسلمونیم. همونطور که اگه من بگم من ترک نیستم دوباره دروغه، برای اینکه این من از درون ترکم. حالا این قانون نامه رو اجازه بدید ببینیم که چی هست و این جلده. دوستانی که دارن نگاه میکنن روی جلد، ظاهرا جلد چرمه، رنگی بوده، قرمز بوده و روی این یک گلی رو با یه پارچه‌ای بسته بودن، یه دسته گل رو، و این روی این جلد نقاشی کرده بودن. چقدرم زیبا رنگ‌آمیزی شده بوده در اون زمانها. حالا چه سالی هست؟ احتمالاً این دوباره همون جلد رو یا پشت جلد این کارو کردن. این بغل هم مهرش رو میبینید. بله اینجا یه مهر، این پشت جلده، این هم روی جلده. اولی روی جلد، این پشت جلده و این هم شیرازه کتاب هست. یعنی اون وقتی کتاب رو میبندیم این وسط یه ورق ها از این طرف و این طرف باز میشه، اینجا شیرازه کتاب، اینجا شه و اینم مهر که از اون شیرازه. حالا کتاب رو باز میکنه، اینم صفحه داخلی، صفحه اول دوم داخل جلده که دوباره اینجا اعدادی رو میبینی که سر و ته نوشتن. حالا احتمالاً بشه اینها رو خوند. صفحه بعدی دوباره یه چیزهاییه که میتونیم اینو یه ذره بزرگ بکنیم ببینیم میتونیم بخونیم. مثلا در اجازه بدید ببینم این صفحه اول، در بیان اصول قانون تابو هازا فهرست و قانون نامه جدید، در این قانون نامه اراضی، در بند قانون اراضی، در بند قانون بلا، نمی‌ها در بیز. اینو من کامل نمیتونم بخونم، حالا اجازه بدید بریم یه جایی. این کتاب در کجا نگهداری میشه؟ سلیمانیه کتابخانه‌سی یازما باغشلار، این دستنوشت هستش و التفات چیز شده، تحفظ شده، بخشیده شده به کتابخونه. اینجا اگر من بخوام بخونم بسم الله الرحمن الرحیم، این کتاب بذار ببینید این دوستمون که زحمت آقای آذرباش زحمت کشیده این کتاب رو اسکن کرده و پی دی اف کرده. وقتی کتاب رو باز میکنه از هر دو صفحه عکس گرفته. در نتیجه این دو صفحه که ما در یک صفحه میبینیم، الان این اگه من کوچیک بکنم شما ببینید، این رو زده صفحه یک. قبلی صفحه 2 بود، 1 بود، این صفحه 2 هست. یعنی دو صفحه رو در اینجا میبینید. حالا نگاه بکنید دوستان، با خط بسیار جالبی نوشته شده و دارید میبینید که کتاب تقریباً قسمت بیرون کتاب سفیدیش بیشتره به طرف مرکز که میاد دو صفحه به هم بچسبه، اون سفیدی کمتره. از مداد قرمز استفاده شده برای جدا کردن پاراگراف ها و موضوع ها. جالبه که مسئله و جواب بشه. این کتاب به شکل سوال و جواب، احتمالا مسئله و جواب. بله اونجوری هستش. من اینجوری دارم میبینم. البته اجازه بدید من عینک رو بزنم. درسته که نمیتونم با شما از نظر چشمی ارتباط برقرار بکنم، ولی این کتاب رو حداقل بتونم ببینم. حالا من اینو دارم همینجوری قلم چیز میکنم، چی میگن،
صفحه رو ورق میزنم که ببینیم شاید یه جایی یه تاریخی از این کتاب رو بتونم ببینم و بتونم، حالا با این سرعتی هم که من دارم میرم قطعا نمیشه تاریخی هم بود رو دید، ولی امیدوارم چشم بتونه از متن به خاطر این متفاوت بودن عدد و حروف بتونه اینو تشخیص بده. امیدوارم یه روزی بشه اینها رو آدم بده به کامپیوتر اینها رو تبدیل بکنه به حروف چینی امروزی. این بسیار برای جامعه ما مفید خواهد بود. الان این کتاب رو دارید میبینید که دارم ورق میزنم، با هم میتونیم این کتاب رو عکساشو ببینیم. من به نظرم خیلی جالبه، خیلی زیبا نوشته شده. این دفعه دیگه این قسمت ها میبینیم که از خط زیر یا بالای کلمات هم استفاده کرده برای تغییر، علاوه بر این که با مداد قرمز می نویسه، سرفصل ها رو مشخص میکنه، پاراگراف رو مشخص میکنه، با خط کشیدن زیر کلمات مهم هم اون قصد نویسنده رو میخواد نشون بده. بسیار زیبا تمیز نوشته شده، گرچه بخش حاشیه کتاب، لبه های کتاب آسیب دیده، اما متن کتاب اینجا هم ظاهراً آبی وارد کتاب شده و خیلی بهش صدمه زده. رسیدیم به جلد آخر کتاب که دیگه اینجا هم یه چیزی رو هست دیده میشه، ولی 1192 نمیدونم این حالا یه جمعیه یا سال میتونه باشه، نمیدونم. در نتیجه از این بگذاریم. حالا اگه برگردیم از این کتاب یه چند جمله رو بخونم که ببینیم این متن ترکیشو. اجازه بدید همینجوری بریم سر یه متن، چون که میدونم اولش با چیز شروع میشه، با صلوات و سلام و بر محمد و علیه السلام و اینها. حالا من تلاش میکنم که از صفحه اول یه عکس بگیرم که اگر شد اینو، این دیگه از این کوچکتر نمیشه، فقط بزرگتر میشه که کوچکتر نمیشه. اجازه بدید حالا بزرگترش بکنیم و یکی از اینها رو بخونیم. مسئله: به حسب شرع تعریف عرض خاجبه و عرض عشریه ندر، تفصیلا بیان buyuruluyor رفقله شاب ölüne رفقه مساب ölüne. در اینجا میگه که به حسب شرع، بر اساس شرع مقدس اسلام، تعریف عرض خاجبیه یا خاجبیه، این نمیدونم این لغت چی معنی میتونه داشته باشه، زمین، در رابطه با زمینه، لغتی هست در ارتباط با زمین، و عرض عشریه و دوباره یه لغت هم هست، زمینی که 10:1 یا 10. حالا اینم چی هست؟ تفصیلا بیان buyurulup رفقله مساب ölüne، یعنی برای رفع قضیه هم حالا من میگم. خب دوستان دوباره تکرار میکنم، من زبان ترکی نخوندم، نه در مدرسه خوندم و با لهجه های ترکی ماشینایی ندارم، دانشگاه نرفتم، با خط خوشنویسی مشکل دارم، از اول داشتم الانش هم دارم. هر متنی که الان، هر کتابی که ما میبینیم این به یه تاریخی و به یه جغرافیایی از سرزمین وطن ترک تعلق داره. در نتیجه اون تاریخ، زبان، کلمات چی بوده، چه معنایی داشته، برای چه منظور استفاده می شده، از نظر علمی معناش چی هست، من اصلا نمیدونم اینها رو. قصد من در اینجا خوندن کتاب نیست، نمیخوام بگم من با سوادم، نه، میخوام بگم من بی سوادم در ترکی،
خوشنویسی رو نمیتونم بخونم، اما کتاب ترکی هست. من میخوام بهتون نشون بدم که کتاب ترکی هست. این که به ما گفتن کتاب به زبان ترکی کتاب نیست و مثلا پروفسوری مثل سید جواد طباطبایی تبریزی گفته که آقا تمامی آثار ترکی رو میشه در نیم ترم درس داد، من میخوام بگم که آقای جواد طباطبایی شما بیاید بشین این کتاب رو بخونید، حالا که مرده اون دیگه اصلا نمیتونه. ولی خب امام بر مملکتی فتح ادب bir memleketi İmam bir memleketi فتح edip arazisini ghanimiye kısmet eyliyor ya ghanimiye kısmet eyliyor. امام معصوم اینجا صحبت هست، چون که در عصر امام معصوم یا رهبر خلفای چیز هستش که طبق نظر شیعه نه طبق نظر سنی. یه اتفاقی افتاد من بیرون. طبق نظر شیعه در زمان امام معصوم مسلمان ها میتونن وارد جنگ تهاجمی بشن، برن کشورهای دیگر رو تسخیر بکنن، ولی در زمانی که امام معصوم وجود نداره مسلمان ها حق ندارن برن. این شیعه است. این برای اینکه خلفایی که تا پایان عثمانیه، تا یعنی پایان جنگ جهانی اول، حتی بگیم تا زمانی که آتاتورک اعلام جمهوری میکنه خلافت عثمانی وجود داشته و جنگ هایی که با کشورهای همسایه میکردن، این خلیفه از طرف خودش نماینده حضرت رسول و دین اسلام میدونست در روی کره زمین و فرمان میداد که مثلا با مشورت با علمای دین فرمان میداد و فتوا میداد که بریم آقا جهاد بکنیم و مثلا کشورهای دیگر رو بگیریم. این شیعه پانفارسیستی شعوبیه در مقابل اون دیدگاهه، اونو میخواد محکوم بکنه، میگه آقا امام وجود نداره. در نتیجه چون امام وجود، البته خمینی هم گفته که امام ارزشی نداره در اصل. گفته خمینی گفته که برای حفظ حکومت اسلامی کشتن انسان‌ها جایزه، یعنی حتی از برای حفظ حکومت اسلامی میشه امام زمان رو هم کشت. این جمله‌ایه که خمینی گفته. در نتیجه اونی که اینجا امام معصوم و اینا از نظر شیعه فقط برای مخالفت با سنی ها و جهان اسلام، در اصل شیعه پانفارسیستی برای اون بوده. متاسفانه ما ترک ها هم شیعه شدیم و در مقابل اسلامی که داشت اروپا رو میخواست فتح بکنه ایستادیم و یه جبهه جدید این طرف باز کردیم. اونها نتونستن اون طرف و این طرف ما مشغول کردیم. اونها اومدن در نهایت هم هر دو ترک رو، امپراتوری ترک قاجار و ترک عثمانی رو، هر دوتا رو از بین بردن، خلافت اسلامی رو از بین بردن. امام bir memleketi فتح edip، امام یک سرزمینی رو فتح میکنه. اراضیسینی غانیمیه قسمت السه یا خود قبل الفتح ایلیه عموما اسلامه gelip da arazisini ellerinden ifa elese ol arazi اشریه دür. اشریه چی بود؟ میگه آقا اگر امام مملکتی رو فتح بکنه و اراضی اون رو در میان به عنوان غنیمت، غنیمیه یعنی به عنوان دستاورد غنیمت قسمت بکنه، ایلسه یا خود قبل از فتح، یکی اینه، یه حالت اینه که اول فتح بکنه بعد تقسیم بکنه در میان اون سربازان و مسلمون ها، یا اینکه قبل از فتح ایلیه، قبل از فتح ایلیه عموما اسلامه گلوب، اون مردم به اسلام رو قبول بکنن به طور عموم عامشون، گلوب اراضیسini ellerinin ellerinin یا özlerin ifa eləsin eləsə.
میگه اونها سرزمین خودشون رو مسلمون بشن و سرزمین خودشون رو ایفا بکنن. حالا اینجا نمیدونم اینجا این معنیش چی میشه. اول اراضی اشریه، حالا این سرزمین اشریه خوانده میشه، پس در دو حالت اشریه میشه. ببینید یه بحث تخصصیه، بحث این که من سر در بیارم نیست. این که این خوشنویس رو نمیتونم بخونم، ترکی رو نمیتونم بخونم، این لهجه اون زمان زبان ترکی اون تاریخ رو نمیتونم بخونم، فارسی نیست که فردوسی و سعدی و حافظ و مولانا و اینها چند صد سال پیش، میگن 1000 سال پیش کتاب نوشته مثل امروز تهرانه، استاندارد امروزه. نه اونجوری نیست. زبانها در همه جای دنیا، زبانهای شما 200 سال قبل رو دیگه نمیتونید بخونید، فهمش براتون سخته. این در مورد من هم صدق میکنه. پس اراضی اشریه در دو حالت زمین میشه اشریه در، زیرا مسلم ürüzine ve vaz olunan ve zafiye ibaret Moğola senedinden hala Moğola senedden olmak özri lazımdır. Xarac مونس لازمه. نمیتونم بخونم، نمیتونم راستشو بخواید. داره هم شاید اینو یه ذره کوچیک‌تر بخونم بشه بهتر بخونم. مثلا من اینو خراج مؤنث لازمه مخصنه محسنedür iptida müsellem üzerine vaz olunan mümkün ve külleri. بازم یه ذره کوچیک بکنم. به نظرم وقتی کوچیک‌تر میشه بهتر میشه. حالا به هر حال این کتاب رو ترکی هست، بریم یک صفحه دیگر هم بخونیم و تمام. مسئله دوباره داره در مورد، گفتیم این کتاب درباره چیه؟ گفتیم قانون نامه است و در 1084 قمری نوشته شده در 96 صفحه. خب دوستان 1084 میشه حدود 350 سال قبل این کتاب نوشته شده. و ببینید در فارسی به ما گفتن که آقا قانون حرف جدیده. نگاه بکنید وقتی شستشوی مغزی میکنن، جهل انسان رو در میارن، مثلا وقتی از دولت صحبت میکنیم یا آقا دولت ملت حرف جدیده. وقتی داریم از چیز میگن آقا نه این امته، ملت نبوده. در حالی که در زبان ترکی مثلا ملت وجود نداره، ملت یک کلمه عربیه. چیزی که در زبان ترکی وجود داره ال یعنی ملت. این چند هزار سال زبان ترکی اینو داره و ترک‌ها وقتی مثلا میخواستن یه حکومت تشکیل بدن میگفتن آقا سند تورسه منن پیکم، آقا ما ترکیم بیایید ترک‌ها جمع بشیم حکومت تشکیل بدیم، بریم جنگ بکنیم، از حکومت از فلان کس بگیریم، از دست فلان عرب‌ها یا از دست مثلا فارس‌ها بگیریم و حکومت خودمون رو ایجاد بکنیم. خب اینجا روی چی حساب می‌کردن؟ روی اینکه من ترک elindeyim، من از ایل ترک هستم، ایل و تبار ترک هستم، شما هم ایل و تبار ترک هستی. بیاید. حالا قانون هم از اون کلمه هایی که میگن آقا جدیده و با مشروطه اومده، نه آقا با این غربی ها اومده، نه آقا وقتی که اونها تو دوره چیز بودن این قانون نامه نوشته شده. بگیم که 350 سال پیش یه قانون نامه نوشته شده که این غربی ها تازه داشتن بیدار می شدن، تازه داشتن میخواستن بیدار بشن. خب اینم از این. اینجا تاریخ خود نویسنده زده برای ما، در نتیجه خود چیز این استادمون زده این رو برای ما. مسئله رعایا بانک رعایانن. ببینید من الان بعضی از کلمات رو چون همینجوری نگاه میکنم، اون ذهن من به زبان فارسی آشنا هست، یهو میرم به فارسی خوندن. رعایانın اینجا که مثل نون خونده میشه، نون غنه. tasarrufinde olan tarlelerin bazı caiz ve ömülfel qabil olup ölməklə
ölməklə qabil olub ziraət etməyib, cair qoyub. Bir hasil olan nəbati biçüb intifa eyləsələr yermi tərəfindən ehtiyac olig o narləri ruayeden میری اربهون الحق. حالا بازم این کلمات رو نمیتونم بخونم به خاطر اون خوشنویسی که من بلد نیستم و با این کتابم آشنا نیستم. اگه بخوام این کتاب رو یه مقدار مثلا یه 10 صفحه بخونم، بعدش این موتور من گرم میشه، با این نوع نوشتار کلمات، با خطش، با لغت‌هاش آشنا میشم، سرعت میگیره خوندن من قطعاً. ولی حالا اینجا هم داره یک سوال میپرسه، میگه آقا مسئله اینه که اگر رعایا، حالا داره از رعیت صحبت میکنه، اگر رعایانın təsərrüfündə olan tarlələr، ما الان در ایران مزرعه میگن، زمی میگیم، زمی باغ، زمی yerləri، باغ yerləri. در ترکیه و در ترکیه قدیم به هر دوی اینها تارلا میگفتن. حالا اینه میگه که اون تارلر، اون زمینهای کشاورزی و باغی که در اختیار و تصرف رعایا هست، رعیت هست، بعضی از این زمینها جایز، حالا اینو من قبلا میدونستم چیه، الان که اینو دارم میخونم یادم نمیاد که این چی بود. یکی جائر، یکی دائر، یکی بائر. ولی اینجا یه حرف دیگه هم گفته که من نمیدونم این چیه. جایز المغله. آها، میگه که بعضی جایز المغله، یعنی جایز هستش که قابل علوب زراعت etmiyor. diyor که زمین قابل زراعت نبوده اون زراعت بکنه، اون زاره، اون رعیت. etmiyor. جائر قیوب، دائر و بائر. حالا اینجا جائر میگه، نمیدونم این جائر چیه. این جائر قیوب، این زمین رو کش نکرده، روش کار نکرده. قیوب bir hasil olan نباتی biçmiyor. یا da که اون روی اونجا اگر یه چیزی بوده که یه نبات، گیاهی همونجا رشد کرده بوده، نبات عربیه، میگه اونم نچیده، درو نکرده. بیچماق درو کردن و جمع کردن محصول. انتفاعی ایلسلر، اگر یه نفعی از اونجا بیارن، میرید بیری طرفیnden احتیاج ölik. اوکی دیگه اینجا رو نمیتونم، از اینجا بعدش دیگه نمیتونم. آقا این ترکیه کتاب، اینو میخوام بگم 300-400 سال قبل در رابطه با قانون سوال و جواب پرسیدن و کتاب نوشتن. حالا کسی که میگه قانون نداریم بیاد به اینجا بخونه ببینه که چی میگن. مسئله ارز birinin بیعی و هیبسی و شفسی و وقفی و بدل صلح و bürülesi şer'en caiz olur mu? olur mu? الجواب. حالا اینجا یه سوال پرسیده که آقا یکی یه زمین داره، birinin alıp بیعی یعنی خرید فروشی، هیبسی بخشیده، bağışlayıptı، شفاعتی نمیدونم چیه، این لغت رو نمیدونم، وقفی یکی وقف کرده، بدل صلح اینم نمیدونم. بدل صلح مثلا فرض بکنیم که مثلا میگم یه دعوایی بوده، گفته آقا من این زمینی میدم صلح بکنیم با هم، یه بدل صلح بوده، یعنی یه صلحی کردن، این زمین رو به عنوان بدل داده به اون. در گذشته ببین، تا من یادمه که ما روستا بودیم، من مثلا تا 7-8 سالگی در روستا پول بود، نه اینکه پول نبود، ولی مثلا
فطریه که میدادن، من یادم مثلا پدران ما میرفتن تهران و اینا کار میکردن یا میرفتن باکو کار میکردن میومدن، اینها مثلا یه پولی هم می آوردن ولی اون فطر که مال امام بود چی بود باید جدا میکردن، در اون مرحله اول آردو می آوردن، ما دست همه بچه ها خونه تو اون کسایی که هستن دست میزدن به اون. مثلا من یادمه مثلا یه پول فلزی رو هم میذاشتن روش و مثلا اینو میدادن به هر کیش باید میدادن، نمیدونم به کی میدادن. پول خیلی مطرح نبود. میخوام بگم مردم مثلا ما تخم مرغ داشتیم میبردیم بقالی، بقال میدادیم، اونم میگفت مثلا چقدر چای میخوای یا چقدر مثلا قند میخوای یا هر چیزی که لازم، خرما میخوای، مثلا یه مقدار از اون، حالا اینو نگاه میکرد مثلا چقدر ما آرد دادیم یا گندم دادیم دیگه، اینو میگرفت مثلا میگفت که خب اینقدرم بیا، اینم 2 تا تخم مرغ مثلا، یا یه مثلا 10 تا تخم مرغ مثلا، یا مثلا 10 گرم 20 گرم 100 گرم 1 کیلو شکر یا قند این یا خرما هرچی، یعنی پای بود. اینجا هم پول نبود در اون مقطع. میگه آقا آدم مثلا فرض بکنید که ازدواج کرده بود، مثلا گفته بود آقا من مثل الان که مردم میرن ازدواج بکنن خیلی جو میگیرتشون، میگه آقا بله مثلا 1000 و نه، حالا مثلا بعضیا میگن آقا مثلا مهریه خانم من مثلا خیلی دوستش دارم بذاریم 2500 2000 و الان چنده یادم رفت 2025 آقا من میخوام 2025 رو سکه بذارم. اون وقت من بعضی ها همین گمپوز رو در میکردن، یارو میگفت آقا مثلا من میخوام یه پوست گاو مثلا گاو نر مثلا طلا بدم به زنم خیلی دوستش دارم. حالا بعدا این خانم طلاق میخواست بگیره، اون هرچی دار و ندارشو میداده که خانومه باید ببره، حالا نداشت میگفت آقا زمین دارم، مثلا من زمین دارم زمین بدم مثلا، میگم نمیدونم این صلح چیه. حالا در مورد این میپرسه و جواب میخواد. نگاه کنید یعنی خیلی پیچیده، سوالهای خیلی پیچیده. مثلا این سوال رو پرسیده، نگاه کنید مسئله bu surətdə zikr olunan birinin səhnə hökm edib səhminə hökm edən qaziyə şər'ən nə lazım olur؟ حالا اگر یک قاضی در حق یک مسئله حکم بده شرعاً چه لازم هست در مورد اون قاضی؟ حالا این جواب از اینجا شروع میشه. ببینید نه از اینجا نیست، ببینید این یه چیزی قانوننامه معتبره در بیان احوال تابو hakkında. حالا نمیدونم این تابو دوستان، این تابویی که ما گفتیم که مثلا الان چیز شده که آقا مثلا در مورد ازدواج پسر و مادر نمیشه حرف زد در جامعه ایران، در جامعه ترک حداقل، ایران رو نگیم، در جامعه ترک اصلا این بحث رو اصلا تابو هست، شما نباید بحث بکنید. ازدواج خواهر و برادر تابو هست، نباید بحث بکنید، اصلا مطرح شدنش تابو هست، یعنی حرام نیست، خیلی بدتر از حرامه. یعنی این به زبان آوردن این که یکی بتونه با مادرش ازدواج بکنه اصلا خود این اونقدر قبیحه که مثل مجازاته، اصلا اینو به زبان بیاری تحقیر میشی در جامعه. تابو یه چنین چیزیه. حالا آیا این تابویی که اینجا داره حرف میزنه همون این مفهومه که ما داریم الان میگیم یا نه این تابو یه معنای دیگه داره؟ چون به ما در ایران یاد دادن که تابو از استرالیا، یه قبیله استرالیایی و جدیدن گرفته شده به جامعه انسانی اومده. من خودم این معنی میدونم. حالا اینجا این تابو رو نوشته، ولی وقتی ما اینو یاد گرفتیم که وقتی یه کلمه‌ای در ترکی و فارسی با تی دسته‌دار نوشته بشه یعنی این به این زبان تعلق نداره، از یک زبان دیگه وارد این زبان شده. خب آیا این تابو مثلا 300 سال پیش از استرالیا اومده؟ حالا اون زمان که مثلا استرالیا اشغال نشده بود توسط این غربی ها که مثلا بیاد، پس مسلمون ها اشغال کرده بودن؟ یا اینکه نه این تابو یه لغتیه که از اینجا عرب ها دارن، مسلمون ها دارن، از اینجا رفته دوباره مثلا برگشته. حالا اینجا
یه سوالی رو گذاشته و ببینید جواب چقدر بوده، یا اینکه همون جواب اونه. یعنی اجازه بدید ببینم، نه همونه. این در مورد تابو، قانون نامه معتبره در بیان احوال تابو. از اینجا شروع میشه، نگاه کنید این 2 صفحه 3 صفحه اینجا تموم میشه. قانون جدید احوال در بیان اراضی. حالا یه قانون جدیدی رو نوشتن، میگن که قانون نبوده. نگاه کنید دوستان چقدر ما رو چیز کردن که قانون بعد از مشروطه بوده، مجلس اومده. اصلا آقا ترک ها قانون داشتن. نگاه کنید کتاب 350 سال پیش کتاب نوشته شده، یعنی اوج قدرت عثمانی، و هنوز قاجار وجود نداره. یا دوره صفویه هست یا دوره نادرشاهه، نمیدونم، من تاریخ رو تطبیق ندادم. ولی نگاه کنید در اینجا از قانون جدید احوال در بیان اراضی. امروز هم که شما ثبت احوال میرید، ثبت احوال میرید. نگاه کنید، یعنی اون لغتی که امروز اونجا ثبت احوال و اسناد هست، اونجا 350 سال پیش 400 سال پیش داره ازش به عنوان قانون جدید احوال در بیان اراضی. دوباره اینجا سوالشو میپرسه، نوع آخر اینجا به معنی آخر نیست، عربیه، نوع دیگر، نوع بعدی. همینجوری این نوع آخر که ادامه داره. قانون معتبره. حالا اینم از این که پس یه چیزی هم از اینجا یاد گرفتیم که آقا اینم یه دروغی بوده که میگفتن قانون جدیده. ما ترک ها از گذشته ها قانون داشتیم و مکتوب بوده. حالا به ما میگفتن آقا قانون شرع، حالا میتونستیم قانونه، ببین شرع دیگه قانون نیست. ولی وقتی ما داریم از قانون صحبت میکنیم، یعنی یک قانونی که دولت تصویب کرده و همه قضات یا همه حاکمان در ممالک مختلف باید این قانون رو اجرا بکنن. و ما اینو داشتیم ما ترکا. حالا فارسا میان نداشته های خودشونو به عنوان نداشته های کشورهای مسلمان و ما ترکا با عرب ها به ما میخوان غالب بکنن و ما هم پذیرفتیم. من انصاف علی هدایت هم اینو پذیرفتم. در بیان قانون آنادان اغلا نه ینجا انتقال درباره قانونی که چه چیزی از مادر به پسر میرسه. در بیان احوال این معنی جدید باباسه، این ابن این نیست. من دوباره به فارسی رفتم. در بیان احوال ابن معینی جدید باباسه، اینم جدید نباشه، جدید باباسه، جدینیم باباسه الله حالا یه چیزی، یعنی و ددسیندن، یعنی جدید babası ve dedesinden fot olup da evleri oğluna nece intikal eder? Ya yerleri üz میخوام اینا yerleri oğluna nece intikal eder. حالا ببینید دارم اینو بالا گفتم که اینجا جدید نیست، در مورد نوه داره صحبت میکنه. فکر بکنید که من پدر من الان خدا بیامرز رفت، من پسر اونم و پسر من و نوه من. حالا داره میگه که اگر مثلا پدر من بمیره و من هم نباشم، چه میراثی به نوه پسر پدرم میرسه؟ خب یعنی به نوه پدرم یا به نتیجه پدرم چه چیزی میرسه؟ در مورد این یه قانونی تصویب شده. از قانون معتبره یا از قانون معتبره، میتونه اینجا فارسی هم باشه این کلمه. ما میتونیم حالا من این کتاب دیگه فکر کنم اینقدر وقت گذاشتم کافیه. دوستان کتاب قانون جدیده، بلا
bela veled fot olan Zeyd'den yerleri kızlarına ve kızın şerlerine تاپو اونم تابو نبوده آقا، تاپو بوده. تاپو هم به معنی قباله هست. تاپو قباله. حالا اینجا هم در مورد این بحث میکنه که اگر مثلا یه آدمی بمیره و فقط دختر باشه و این دخترش هم مرده باشه، نوه دختریش مثلا ارثش چجوری بهش میرسه، زمین بهش چه شکلی میرسه. دارید میبینید که چقدر زیبا نوشته شده و در مورد مسائل حقوقی هست. بسیار متشکرم، نمیخوام طولانی باشه. در روزهای بعد اون کتابایی که دانلود کردیم رو میخونیم. متشکرم و روز خوبی رو برای شما دوستان آرزو میکنم. روز بخیر.